یقین داشته باشیم که فریاد رس حاجت روا در همه مشکلات ما یک ذاته. زیرا الله در قرآن میفرماید که و من اضل ممن یدعو من دون الله، کیست کلان گمراهتر از او کسی که فریاد میکنه غیر از الله را. من لا یستجیب له الی یوم القیامه، کسی که تا روز قیامت به داد و فریاد از این رسیدگی کردن نمیتونه. و یک مشکل دیگه که در مشرکین بود این بود که قانون و نظام زندگی را خودشان جور میکرد، در حالی که قانونگذار در زندگی ما و شما، حلال کننده و حرام کننده فقط الله. انسان حق نداره که یک چیز با بالای دیگه انسان ها حلال کنه یا حرام کنه، یا امر و نهی و مکلفیت و مسئولیت وضع کنه. زیرا الله متعال در قرآن امی آیتی را که براتون بیان کردم میفرماید که ولقد بعثنا، بدون شک ما فرستادیم، فی کل امت، در هر قوم، امت ها و جماعت ها، رسولا، پیامبر. پیام کلش امی بود، امی 1,24,000 انبیا و پیامبران گفتند که انی عبد الله، عبادت و بندگی و اطاعت فقط از الله کنین، و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب کنین. اینا طاغوت چی است؟ طاغوت گاهی وقت در چهره یک بت میاد، گاهی وقت در چهره یک مرده و قبر، گاهی وقت در چهره یک قدرتمندی که مردم مکلف به قانون خود میسازه. مثل که الله متعال از یهود نصارا یاد میکنه که علما و رهبرا و پیرای خدا جور کردن، اله جور کردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، علما و پیرا و رهبرای ارباب خدایان جور کردن بغیر از الله و المسیح ابن مریم. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحد، در حالی که اینا مأمور به این بودن که از یک قانون و از یک ذات اطاعت کنند. بنابراین خلاصه توحید این است که الله را با وجود و ربوبیتش که خالق هر چیز است، رازق همه مخلوقات است، متصرف در همه کائنات یک ذات است، بپذیریم. دوم، هر اسم و صفتی که الله داره مخلوق نمیتونه به او صفات برسه. سومی که عبادت ها را به صورت خاص مختص به خالق خود کنیم، غیر الله را عبادت نکنیم، و به صورت عام فقط از قانون و نظام الله اطاعت کنیم و از هیچ نظام دیگه اطاعت نکنیم و هیچ نظام دیگه را نپذیریم. اینی را میگن توحید. بسیار به صورت مختصر گفتم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه که عقیده خدا مطابق با قرآن و حدیث پیامبر اسلام بسازیم، برای وحی الله متعال وقت بدیم که یاد بگیریم اسلام و دین و خدا و جامعه خدا و دنیا را از عقاید کفری و شرکی و نظام های ظالمانه مخلوق نجات بدیم.